طالب تغییر کرده. بله، تغییر منفی. سابق زنا را با شلاق میزد، به خانه روان میکرد، آل به مرمی میزنه، به گورستان میفرسته. هیچگاه ما تسلیم طالب نمیشیم. مرگ یک مرگ است، یک روز میمریم. که مردیم ما به فامیل خود گفتیم که ما اگر مردم بیرق افغانستان باید سر تابوت ما باشه و ما او وقتم تا قبرم ما از این وطن هستم. ولی ببینین، یک دکتر، یک روشنفکر، یک مغز متفکر تا دم مرگ استاد شد، خودشو به کشتن داد، ولی نگذاشت که تاجیک حکومت بکنه. ترجیح داد که چند تا خشتک کشال بی سواد وحشی پشتون بیایه، حکومت تسلیم اونا بکنه، ولی نشه که تاجیک حکومت بکنه. چرا؟ تاجیک افغان نیست؟ تاجیک به خاطر ملت نجنگیده؟ تاجیک شهید نشده؟ دقیقاً چی اتفاق باید بیفته؟ چی بلای باید به سر ما بیایه که ما افغانا بیدار شویم و از نفرت و کینه و نژاد پرستی دست برداریم؟ درد ما چی هست؟ من فکر نمی کنم که از این بدتر شود. میشه؟ و شمایی که مرا به عنوان افغان قبول ندارین، لطفاً نداشته باشین. خودتان خوب به عنوان افغان قبول دارین، درست است؟ پس غیرت داشته باشین. بلند شین برین خواهرای 12 ساله تانه که به نکاح طالب کثیف میشه، برین اونا رو نجات بدین. برین خوار و مادر و زنتان از ظلم طالب نجات بدین. قرار نیست که مرا قبول داشته باشین. من به این سیتیزنشیپ شما احتیاج ندارم. خیلی ممنون، دستتان درد نکنه. نمیخوایم سیتیزنشیپ شما رو. مرا قبول نداشته باشین. کدام افغانستان؟ امارات اسلامی افغانستان؟ او دیگه مربوط من نمیشه. غیرت داشته باشین. یا غیرت شما فقط در سوشل میدیا میچرخه؟ که غیرت لري ورسی د طالب و مخته ودرېږي، ورس خپل مور و خور و ماینه د طالب د ظلم خلاصه که، یا ستاسې زور فقط په ښځو رسیږي. نور نو د جنگ و د بدبختی و د طالب مخ څوک نسی نیولی. به نظر من اگه می وقت روی کمک رسانی به افغانای بیچاره ما که در بدترین شرایط گیر کردن بگذارین، بسیار کار ریوردینگ خواهد بود. من به اندازه کافی شعور دارم که ببینم که ملکه مرغانچه های شما تا آخرین لحظه اویزان غرفه خشتک روشیش بود که باش در این شرایط جنگ آمده شده خشتک های کهنه خودش از سرش چند تا غریب و بیچاره بفروشه که نشه دست خالی برگرده خانه. یک شب قبلش میگه همت کو ای وطندار، صبحش اولین نفر خودش است که سوار هواپیما میشه و همون بیچاره وطندار پا برهنه دنبال هواپیما میده. اویزان هواپیما میشه و میفته و جانش از دست میده. من باید افتخار بکنم؟ آیا این 2 نفر معنی سربازم میفهمن؟ سرباز یعنی سرت برای ملت و برای مردمت باید ببازی. بدبختی ما مردم همی است که در کشور ما همیشه در هر پوزیشن یک خائن نشسته. رئیس جمهور ما خائن، وزیر ما خائن، وکیل و قاضی ما خائن، دکتر و انجینیر و هنرمند ما خائن. او په آخر کې اشرف غنی خائن وطن فروش ته دغه وایم چې ستا او ستا د اولاد مرگ پر هر افغان فرض دی. پیش دروازه اداره امور ریاست جمهوری است. مطابق به اعلان که طالبان کرده بودن که هر کس میتونه به وظایف خود بیایه، ما آمدیم فیلم گرفتیم، اما فیلم ما هم دلیت شد و بر ما اجازه فیلم گرفتن هم داده نشد. متاسفانه ما را ممانعت کردن و اجازه ندادن که ما به دفاتر خود بریم، به کار خود برسیم و گفتن که شما اجازه ندارین اطلاع ثانوی تا زمانی که امیرالمومنین تعیین میشه، تا زمانی که نمیفهم بسیار دلایل دیگه داشتن و همچنان اونا حتی همراه ما مستقیم صحبت نمیکردن. روی خود طرف یکی از مردهایی که آور بود در اونجا گشتانده و برشان میگفتن که برای از اینا بگو. وقتی ما گفتیم مستقیم همراه خود ما صحبت کنین، اونا دلیلشان این بود که ما نمیتونیم طرف شما سعی کنیم، طرف چهره های شما سعی کردن نمیتونستیم، در حال که ما
با حجاب اسلامی آمدیم تا تمام بهانه های از اینا به خاطر ممانعت به دفتر گرفته شده و هیچ بهانه‌ای نداشته باشه. ما و همکارم نیلوفر علم ما آمدیم تا ببینیم که چقدر فرق است بین بیان و بین عملکرد از اینا. متاسفانه طالب 20 سال قبل هست و هیچ تفاوتی بین حکومت قبلی و حکومت فعلیشان وجود نداره. دروازه های ارگ، دروازه های دفاتر به روی خانم ها بسته است. یک تعداد مردها را اجازه داده اما قطعا از ورود خانم ها به اداره امور جلوگیری کردند. متاسفانه بر علاوه از اینکه از ورود خانم‌ها جلوگیری میشه، حتی با خانم‌ها نمیتونن اینا صحبت بکنن. میگه ما نمیتونیم به طرف شما ببینیم امروز شما گپ بزنیم. یعنی ما چی کار کردیم که امروز ما کسی گپ زدن نتونه؟ البته این مشکل باید از جهانی شوه و صدای ما باید از شنیده شوه. زن افغان اگر طالب 20 سال قبل است، زن افغان زن 20 سال قبل نیست. لطفاً این موضوع را جدی بگیرین و پیگیری بکنین. شما اگر آرام بشینین این مسئله آرام شدنی نیست و باید است صدای ما به گوش همگی برسه. درخواست ما از تمام خانم های افغانی است که در خانه هایتان ننشینین. فعلا زمان سکوت نیست. برای این به دفاترتان، برای این به جاده ها و سرک ها، برای این دولت امارات اسلامی برای شما کاملا اطمینان میدیم که هموطنان عزیز در سراسر کشور شما در امن و امان و زیر و از مردم پنجشیر خواهش میکنیم خدا به خاطر بقای چند مزدور به عزت به عزت و بی‌آبرو نسازید. الحمدلله تشکیل مجاهدین پنجشیر از خود مجاهدین پنجشیر هستند، کسی بیگانه ان شاء الله که اینا بی غیرت، اینا بی وجدان که امروز به خاطر که باش یک لقمه چرب دادانش بیایه از عزت خود از خوار مادر و زن خود تیر شده طرفداری طالب هم میکنه. هر طرف که سگ واره برش یک دانه لقمه چرب بندازن میره همون طرف میگیره خدا. تا پشت اشرف غنی دویدی چیز برات نشد، تو نفاق انداز تفرقه انداز متعصب در کنج زندان انداخت، دانت اکت سیم بسته کرد، حیا نکردی. امروز آمدی طرفداری طالب داری، تف بروی تو دیگه نام پنجشیر در دانت نگیری. پنجشیر مثل تو بی غیرت نداره. تو مچم از کجا هستی تو؟ به خاطر تو انسان کثیف چقدر تفرقه بی اتفاقی بین اقوام پیدا شد، چقدر مردم تاجک و پشتون و فلان بستان کرد به خاطر تو کثافت. اما حق اشرف غنی داده بود که تو دانه تکت سیمن تو دوخته بودن که ای کاش که او بستکدگی را دیگه واز نمیکردن که امروز تو سگ واره جف نمیزدی اینجا طرفداری طالب نمیکردی. به خیالم دادی خوارت برش نه یا زنت برش دادی، اما تو بی غیرت آمستی. از تو شک نیست. من کال دیدم میره بی غیرتانه تو طرفداری طالب میکنی، به این معنی است که تو خوارت برش دادی. تبریک باشه یازنی طالبا، نام تو این میست از این باد.